رمضان و روزه کودکان. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی موضوع نوبتی که در دست داریم رمضان و روزه کودکان. الکی ما یک چند حلقه ها را از این رساله های رمضانی گرفتیم، رسیدیم در آنجایی که رمضان و روزه کودکان. پس برادر روزدار و خواهر روزدارم، الله بزرگ سبحانه و تعالی از خود به زبان بندگان صالحش از پدران و مادران چنین دعا را می آموزاند، چنین دعا را بر ما تعلیم می دهد که الله می فرماید در سوره فرقان: ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. این دعا یک دعای مبارک است، دعای قرآنی است. باید هر کس این دعا را حفظ نماید و این دعا را همیشه با زبان خود تردید نماید. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. ای پروردگار ما، ربنا، ای پروردگار ما، هب لنا من ازواجنا، پروردگار ما به ما از همسران ما، و ذریاتنا، و همچنین از نسلهای ما کسانی را قرار بده که سبب شادی و آرامش و نور چشم ما بگردد. قرة اعین، نور چشم ما بگردد، یعنی فرزندان صالح و صالحه برای ما نصیب و روزی بگردان. از اینجا برای ما واجب است، برادران و خواهران گرامی که از ماه مبارک رمضان برای تربیت کودکان خردسال خود بر این فرض روزه و بیان احکام آن استفاده خوب ببریم و این فرزندان کودکان خود را برای ادای این عبادت بزرگ که ارکان اسلام است، اگرچند که آنها در عادت قرار دارند، تعلیم بدهیم. با عادت کردن این ماه مبارک، اگرچند که سن بلوغ نرسیده اند، با آنها عادت بدهیم تا که طرز درست و صحیح این احکام را از پدران خود تقلید نمایند و برای تشویق کودکان خود کوشش هم نماییم، تلاش نماییم که آنها را از مکانها و کشورها، زمانهایی که در آنجا گناهان است، از آنجا آنها را باز بداریم و بر این عادت نیکو، سلامتی صدر آنها را پرورش نماییم. برای همین توجه کودک، طبیعت کودکان این فطرت سلیم رو در خود دارند که از کلان سالان خود پیروی میکنند. آنچه را کلان ها انجام میدهند، اینها از آنها پیروی میکنند، هر چی را نسخه برداری میکنند. برای همین یکی از بزرگترین درس ها در این ماه برای این کودکان این است که ما آنها را با روزه عادت بدهیم و هر کس را موافق توانش به آنها آنچه را که این احکام ما را بر آن راهنمایی میکند بیاموزانیم و حرمت این ماه، مقام این ماه بزرگ و عظیم را در دل کودکان خود جایگزین نماییم و نگاه بداریم. پس از بزرگترین سبب‌های کمک و مساعدت به این کار این است که خانه و محیط خانه و این محیط اجتماعی و اطرافی که قرار دارد، روزهای آن و شبهای آن تو در نزد آنها دیده شوی که روزدار هستی و فضل آن را قائم شوی بر کودکان. پیش از آن که با زبان آنها را تشویق منمایی، با رفتار خود آنها را به سوی این تشویق نمایی. از فضل و کرم و واجب و فرضیت بودن این ما آنها را بر آن پند و نصیحت بدهید، نه به جبر و مجبوری، بلکه با رغبت کنانیدن و این خاص کودکان نابالغ است. از اینجا برای بندگان الله لازم است و بر هر مسلمان حتمی است بداند که فرزندانشان مالک حقیقی خودشان نیستند. این فرزندانی که الله برای ما و شما عطا کرده است، این فرزندان این مال الله است، هدیه الهی است، بلکه یک امانت است در دست مایان امروز و در روز قیامت از این فرزندان بندگان الله پرسیده می شوند. چگونه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آورده اید، خطاب به سوی ما مؤمنان است، ای کسانی که ایمان آورده اید، قوا انفسکم، نفسهای خود را نجات ببخشید، نجات بدهید، و اهلیکم و اهل خانواده خود را نیز نارا، از آتش جهنم نجات بخشید. و قودها الناس والحجاره، این آتشی که حیزم آن سنگ ها و انسان هاست. خودتان را و اهل خانواده خود و نزدیکان خود را از این آتش حفظ نمایید، پیش از آنی که به سوی هلاکت بروند و در هلاکت گرفتار بشوند نجات بخشید. برای ما باید برای فرزندانمان از الله سبحانه و تعالی بترسیم و تربیه و راهنمایی آنها را نیک انجام بدهیم و این مرحله های سن سال آنها را مورد نظر داشت قرار بدهیم و آنها را در این مرحله ها
به سوی نیکویی راهنمایی نماییم که حاضر آن جای رسیده ایستاده است که ماه مبارک رمضان آمده ایستاده است. پس بر تو لازم است که آنها را وابسته بر سن سال و قدرت توانایی نابالغان را راهنمایی به سوی این کردن و بالغان را بعد راهنمایی آنها را سرزنش کردن. آنها را با کتاب و سنت عادت بدهیم، با آدابهای نیک و اخلاق اسلامی آنها را تربیت نماییم و آنها را از هر گونه محفل‌های بی معنی و علم‌های بی فایده که علم‌هایی که خشک و بی ثمر هستند باز بداریم. برای شاعر میگه که و ینشأ ناشئ الفتیان منا علی ما کان عودوه ابوه. کودک بر آنچه پدرش او را عادت میدهد میشنود، نشأ و نما مییابد. نهالی که از خردی کج شود سپس راست نمیگردد. پس ای روزداران، از این ماه مبارک از فضل آن فرصت به دست بگیرید تا فرزندانتان را به تعلیم اعمال صالح تأمین نمایید. آنها را با نماز و روزه و با قیام شب و تلاوت قرآن راهنمایی کنید و همچنین زیارت خویشتبار و دوستان و رفیقان و یاردم مسکینان و کودکان و یتیمان و فقیران و خبرگیری از احوال بیماران عادت بدهید و غیر از این از درس‌های تربیوی رمضانی بر آنها بیاموزانید. اگر آموزانیده نمیتوانید پس بر آنها کتاب بخوانید. اگر کتاب را خوانده نمیتوانید پس برای آنها درس را بمان که گوش بدهد و از آن بهره بگیرد از این شبکه ها، تا برای آنها این ماه مبارک یک مکتب کاملی بگردد از پرهیزگاری، از صبر، از احساس نظارت الله سبحانه و تعالی و دوری از بیهودگی و بازی و از بی‌پروایی. پس از آن چیزی که روزانه تأمین وقتشان را در بازی های بیهودگی و بی‌فراستی و بی‌معنیگی رها میکنند آنها را کمی زیر نظارت، زیر کنترل قرار بدهید. و ما از الله سبحانه و تعالی میطلبیم که فرزندان ما را و فرزندان شما را اصلاح کند و ما و شما و همسران ما و شما را توفیق بدهد و نسل ما را نسل دانشمند دین، اهل توحید و سنت قرار بدهد. بارک الله فیکم.